و در آستانه اولین جلسه سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی که قرار است روز 3-4 اپریل در سمرقند برگزار گردد، حامیان حقوق از اروپا خواستند که موضوع مراعات حقوق انسان در کشورهای منطقه را مرکز توجه قرار دهند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در یک بیانیه گفته است اتحادیه اروپا همکاری‌ها و مناسبت با کشورهای منطقه را تقویت می‌بخشد، اما در این همکاری‌ها موضوع حمایت از حقوق انسان و ولایت قانون بسیار مهم است. همکارم طاهر سفر این موضوع را بررسی کرد و قبل از برنامه از او درباره نشست و مراجعه سازمان حامی حقوق پرسیدم. نشست رهبران اتحادیه اروپا و 5 کشور آسیای مرکزی در پی مستحکم‌تر شدن همکاری‌های دو طرف و خصوص در این 3 سال جنگ روسیه در اوکراین صورت می‌گیرد. با نظرداشت اهمیت افزاینده منطقه در چشم اروپا، سازمان هیومن رایتس واچ و یا دیدبان حقوق بشر گفته است اتحادیه اروپا نباید مراعات حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی را فراموش سازد، بلکه باید به آنها جداً رسیدگی کند. ایسکرا کیروا محقق سازمان نوشته است در 5 سال گذشته در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان موردهای بسیار اضطراب‌انگیز زیر پا کردن حقوق مردم مشاهده شد. سرکوب اعتراضات در قزاقستان، در ولایت بدخشان تاجیکستان، در قرقلپاکستان ازبکستان و در سال 2022 باعث مرگ انسان‌های زیاد و به زندان انداختن خبرنگاران و فعالان حقوق شد. در تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان ژورنالیستان را برای اجرای وظیفه خود با اتهامات ساخته و شبهه برانگیز به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. سوال دیگر از همکارم درباره وضع تاجیکستان بود که چگونه شده است هر چند سالهای اخیر از بدتر گشتن آن بسیار میشنویم. دیدبان حقوق بشر درباره تاجیکستان گفته است خبرنگارانی که درباره سرکوب‌ها در بدخشان گزارش می‌دادند هدف قرار گرفتند. 7 خبرنگار از جمله الفت خانی محمدشیب از 7 و تا به 21 سال زندان محکوم شدند و محاکمه‌ها هم پشت درهای بسته صورت گرفت. دادگاه عالی ماه فوریه امسال خبرنگار دیگر رخشانه حکیمова را به 8 سال زندان محکوم کرد و خشم جامعه و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. ده‌ها فعال و خبرنگاران با مراجعت به پرزیدنت امامعلی رحمان خواستند برای رهایی حکیمova رخشانه که مادر 2 طفل خردسال است مساعدت کند، ولی تاکنون معلوم نیست که پاسخ گرفتند یا نه. دیدبان حقوق بشر از پرونده پرسر و صدای سیاستمداران و منصبداران سابق مثل سید جعفر عثمانوف، همراخان ظریفی و شاکرجان حکیموف هم یادآور شده تاکید کرده است که آنها با گناه خیانت به وطن از 18 تا به 27 سال زندان محکوم شدند. از همکارم همچنین پرسیدم که تا کجا دعوت حامیان حقوق برای مراعات حقوق مردم در آسیای مرکزی شنیده می شود و حکومت‌های منطقه آنها را به اینابت می گیرند. اتحادیه اروپا با حکومت‌های آسیای مرکزی یا مشترک و یا با هر کشور آن قرارداد و همکاری‌های زیاد دارد. اگر اقتصاد و تجارت یک بخش مهم این همکاری‌ها باشد، موضوع حقوق بشر هم معمولاً همچون یک بند گفتگوی مهم بین دو طرف یادآور می شود. مثلا سال پیش وقتی اتحادیه اروپا تخمیناً $2 میلیون را برای رشد دموکراتیا و حقوق انسان در تاجیکستان اختصاص داد و عین زمان حکومت را برای بستن 700 سازمان غیر دولتی تنقید کرد. در اظهارات رسمی گفته می شد که این کار به نفع دموکراتی سازی جامعه در تاجیکستان نیست. برخی منقدان میگویند که سالهای اخیر مراجعت‌های بروسل به مقامات دوشنبه درباره حقوق انسان بیشتر پوشیده و در مکالمه‌های سیاسی پس درهای بسته صدا می‌دهند و پنهان ماندن موضوع از چشم جامعه هم شاید باعث سال تا سال بدتر شدن وضع حقوق انسان می‌گردد. همکارم طاهر سفر درباره مراجعت دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا درباره رعایت حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.